이제 시작이야. 세상이 말하는 대로 똑같이 할 필요 없잖아. 어제까지와는 다른 나의 삶은 지금 시작이야. دبیرستان سئول جیل. منم اونجا درس خوندم. یه سالی اونجا بودم، بعدش رفتم خارج، ولی بازم هم مدرسه‌ای به حساب میایم دیگه. بذار ببینم، هم مدرسه‌ای. تو برای تحصیل اصلا خارج نرفتی؟ این چیه؟ برای وبتون کوتاه جایزه بردی؟ خوبه؟ یه نیمه فضایی در خانه ماست. ولی تجربه زیادی برای کارت هتل داری. میتونیم مثلا به عنوان مدیر رستوران طبقه اول بذاریمش، نه؟ تو آزمونای ورودی نمره خوبی گرفته. تو آزمون استعدادم امتیازش خوب بوده. ولی اینجا همه بلدن انگلیسی حرف بزنن دیگه، نه؟ میدونی به نظر من تو این دور و زمونه همه باید بتونن به چند تا زبون حرف بزنن. ضروریه؟ نه؟ باید بگم که بله، شما کاملا درست میگین. من حین کار پاره وقتم تو اینجا خیلی بهش وابسته شدم. اگه منو استخدام کنین، برای رسیدن به هدف بزرگ شما نهایت تلاشمو میکنم. لطفاً اجازه بدین من اینجا کار کنم و بهتون خدمت کنم. بد نبود. فکر کرده چون پسر رئیس خبری. برای مصاحبه فقط همینو بهم داده؟ سلام به همگی. زمانی برای زیباتر شدن. من اوه یوجین از بیوتی تایم هستم. شما از محصولاتی که هفته پیش معرفی کردم استفاده کردید. خیلی موفق شده. کردم و واقعا فرق داره. بیاین به کسایی که یه پوست نرم و مرطوب میخوان کمک کنیم با محصولات زیبایی ما. ایستگاه پخش با برنامه داغت روز موفقی داشت. یوجین، چطور برنامه تو با مد و پول قاطی کنیم؟ من تاجرم، نه سلبریتی. تو هم دیگه نباید برای کارت انقدر به من تکیه کنی. از راه سرگرمی هیچ پولی در نمیاری. مهمونی شنبه آمیکوس چی؟ من باید پول در بیارم. با یه خریدار ژاپنی جلسه دارم. جلسه دارم. خداحافظ. به جای کار خودم باید با یوجین شریک می شدم. باز کیه؟ بله، پارک جانگونم. ناجوهی؟ باشه جانگون، عیبی نداره. یه وقت دیگه میبینمت. جفتشون برای آخر هفته برنامه دارن. یوجین و پارک جانگون نمیدن. عالیه. گمونم بتونیم شروع کنیم. خانم وانگ، در مورد این شرط بندی مطمئنی؟ اگه اشتباهی کنیم با یه نامه عذرخواهی تموم نمیشه ها. پس لطفاً کارتون رو خوب انجام بدین، باشه؟ ای خدا. از دست این روباه مکاره. همش میترسه دنبال درد سر باشی. از سونچون خواستم ترتیب همه چی رو بده. باشه. راستی میگن هوانگ تیونگ تو آمریکا با او یوجین نامزد کرده. 10 سال پشت تو کره نذاشته. واسه عروسی میاد دیگه، مگه نه؟ قبلش باید بریم مهمونی آمیکوس. حرف میزدی. چیز مهمی نبود. واسه چی یه سرکله دایی جونته پیدا شد؟ نذاش یکم حال کنیم ها؟ سوجونته همیشه حالتو میگیره، عصبانی نمیشی. یه چی میگی یا؟ خب چی کار کنم آخه؟ باید باش کنار بیام دیگه. بارو بینیم بابا. سکته کردم. چیه؟
فکر کردی این همه کمکت کردم که این گندکاریاتو تماشا مگه مال کنم؟ باباتو دادی؟ قاشق طلاییمو بهت داده بودم بابا. تیونگ گیری کردم زندگی من تو دستای تو دیگه چی میخوای آخه؟ نگران دوشین بهم نرسه؟ آره خب نمیتونم دایمو شکست بدم. اگه میخوای اینطوری زندگی کنی بهتره دوباره لیسونگچون فقیر باشی. نمیخوام. میخوام هوانگ تیونگ باشم. شاید وارث دوشین نباشم ولی کلی پول دارم که شرمنده ولی من به اون راضی نیستم. اینقدر بوق نزن سرمون بردی بابا. اوش چه خبره؟ چیه؟ چی کار میکنی؟ چرا همچین میکنی؟ شما کی هستین اصلا؟ بلم کنی هوانگ تیونگم من هوانگ تیونگم. منو کجا میبرین؟ هی یوجین من غلط کردم. بله پدر جان. تیونگ الان میاد خونه. منو بذارین پایین. پوست از سر همتون میکنم. قیافه همتون یادم میمونه. ولم کنیم. منو بذارین پایین. بذارینم زمین. آفرین بالاخره گوش کردین. پدر جان بیا اتاقم. آقا چرا اینقدر باورم نمیشه؟ همش تقصیر خودشه. برای چی یهو برگشتی کره؟ همینجوری حوصله‌ام سر رفته بود. احساس تنهایی میکردم. بگو ببینم چه فکری تو سرته؟ فکری تو سرم نیست. فکری تو سرت نیست؟ کاری از دستم بر نمیاد. نه سهمی دارم نه قدرتی. پدرم هم نمیخواد به تنها پسرش کمکی بکنه. انگار من اشتباه کردم. بیش از حد رود حساب کرده بودم. میتونی بری. نمیخوام. میمونم و چیزی رو که باید بگم میگم. چی میخوای بگی؟ پرونده ناسانگوک. مرگ رئیس نا در اثر حادثه. حمله قلبی ناگهانی باعث ضربه به سر شد. گزارش پرونده ناسانگوک با درخواست تحقیقات. پرونده بسته شده. یه اتفاق بوده. خواهش میکنم خانم لطفاً انقدر منو اذیت نکنید. رئیس تحقیقات اوه یون پیل استعفا داد و وارد تیم امنیتی دوشین شد. در حال حاضر صاحب تجارتی به ارزش 7 میلیارد وونه. درست نیست. مرگش تصادفی نبود. یه بار دیگه پیدات بشه پلیس خبر میکنم. دکتر متخصص استعفا داد و مدیر بنیاد پزشکی دوشین شد. در حال حاضر یه آسایشگاه رو اداره میکنه. آخرین کسی که اومد دیدن پدرت. خدمتکار کیم نایونگ بعد از استعفا سعی کرد وارد اقامتگاه دوشین بشه ولی در نهایت مرد. هر سهشون به دوشین مربوط میشن. ولی این مدارک کافی نیستن مطمئنم.
لیوان تو بیار وسط بریزم. نوش جون. آخ، بذار امتحانش کنم. آخ، چقدر تند شده. جون میده واسه خوردن. نره واقعا. میگم هوانگ تیونگ بهت گفت پدرتو نکشته؟ امکان نداره راستش رو بگه. کلی سوال داشتم ولی از کوره در رفتم و نتونستم چیزی ازش بپرسم. میگم جوهی تو هنوز دنبال پرونده پدرتی؟ نه بابا، چند سال گذاشتمش کنار. دلم برای بابام میسوزه ولی باید به زندگیم ادامه بدم. مطمئنم که درک میکنه، ولی نمیخوای چیزی به سونگ چون بگی ها؟ زندگی اون همینطوریش هم سخت هست. نمیخوام این وسط نگران من بشه. جوهی، من الان که 10 سال خبرنگار محققم یه چیزی رو فهمیدم. هر اتفاقی هم بیفته حقیقت همیشه یه جوری برملا میشه. واقعا؟ بله. نوش جونت. فکر کردم بی خیال شدی. باز اینجا چی کار میکنی؟ خب رستش اومدم حالتون رو بپرسم. چطورین؟ خوبین؟ ای بابا، من هیچ حرفی با تو ندارم. همه چیزو بهت گفتم. سر اون تحقیق هیچی تو صحنه جرم پیدا نکردیم. درسته، ولی همینی که منو کنجکاو میکنه. من تو اتاق پدرم کتاب میخوندم و چایی میخوردم. پس چرا هیچ ردی از من پیدا نکردین؟ شنیدم همه یه ردی از خودشون به جا میذارن. درست میگم؟ درسته؟ میدونی مشکل چیه؟ همش توی یه دایره میچرخی. همش هم به خاطر اینه که داری یه پرونده بی مشکل رو زیر و رو میکنی. برو کنار. چون مدارک رو نابود کردین. آقای اوه، من بازم میام. پول تو پول منه جدون. دوستان عزیز، این گزارش سهام پولساز امروزه. بچه‌ها با همین فرمون برید جلو. امیدوارم حسابی پولدار بشیم. خداحافظ. پسر، نمیبینی روی پخشم؟ نتونستم کار هتل میونگ سونگو بگیرم. مگه فکر میکردی میگیری؟ خیلی خولی. خب نباید تو اون کار پوششی همکاری میکردی. خیلی خنگی. منم جای مدیرش بودم استخدامت نمیکردم. هی، اگه همش میخوای از همینجا برنامه ضبط کنی دهنتو ببند. حالا که حرفش شد، اگه اینقدر نگران جونی هستی برای چی باهاش به هم زدی؟ اون که به خاطر گم کردن 500 میلیونش چیزی بهت نمیگفت. این عذاب وجدان چیه که واقعا داری آخه؟ دهنتو ببندی که مردی که اینقدر دلم میخواد همین الان پرتت کنم بیرون، ولی به خاطر زن تو دوتا دقلوات نمیتونم این کار کنم. ای بابا، به زودی پولدار میشم و میتونم از اینجا فرار کنم. همش تغییر میکنی. راستی اون شرکتی که دونکیونگ توش کار میکنه؟ مطلق؟ آره، قراره تو بورس عرضه بشه. صاحبش هر کی است حسابی پولدار میشه. خوش به حالش. اگه همچین پولی گیرم میومد پول جویی رو پس میدادم. ای چقدر بدبختی. وقتی اون پیشنهاد رو رد کردی زندگیت پیچیده شد. یاره کی بود؟ الکس بو؟ ها؟ الکس بو 500 میلیون؟ تو نقلت خوب کار میکنه گفتم بیای بهت آموزش بدم. اون وقت تو 500 میلیون قرض میخوای. برای چی؟ پول دوست عزیزم رو گم کردم. اگه این پولو بهم قرض بدین هر کاری بگین میکنم. قول میدم که برش گردونم. خب بیا با ماهی 1.5 میلیون شروع کنی. هر سالم 10% اضافه میشه. اگه خوب کار کنی و نتیجه بگیری تا 20 یا 30% هم میرسه. 10 سال. فقط 10 سال زیر دست من کار کن. اون وقت بیشتر از 500 میلیون وون گیرت بیاد. باید قبول میکردم.
الو بفرمایین. هوانگ تیونگ؟ ای بیدار شدی که. من کجا؟ تو؟ بابا نگاش کن. بیا بغلم ببینم کجا بودی تا حالا؟ تو چرا اینقدر داغون شدی؟ هنوزم اینه اون وقتا گوش تلخه. سیرابی آخه واسه چی همش باید بهم امر و نهی کنه؟ حتی کارت اعتباری من مسدود کرده دیگه، شورشو در آورده. یه قرون پول تجیبم نیست، تازه کفشمو گم کردم بابا. اینجا نگاه، جورابم هم سولاخ شده. بنداز پایین. به عجب غذای خوشمزه‌ایه. من عاشق سیرابیم، تو نمیری. خیلی خوب، حالا که چی؟ به یه جوون جویای کار زنگ زدی که واسط سیرابی بخره؟ خب به منشید یا یکی دیگه میگفتی برات بخره. منشی؟ مونکی اونگی؟ اونو خیلی وقت پیش اخراج کردم با. همش پیش بابام چغلیمو میکرد گوساله. راستی حال پدر مادرت چطوره؟ مطمئنم خوبن نه؟ از رو ادب پرسیدم. نگاه میکنه. غذاتو بخور. ببین حالا که اینجا بذار یه چیزی ازت بپرسم. شنیدم با اوهیوجین نامزد کردی. یه بار دیگه بری سراغ جویی میکشمت. اوه میکشمت؟ چقدر ترسیدم. باشه بابا. دوبا دستمون رسیده، توجهتون رو جلب میکنم. یکی از اعضای گروه آیدل ذکر کرده که با تنها پسر گروه در ارتباط. منو میگه؟ نگاه این خواننده گفته خیلی باحاله. نگاه من رفتم تو اخبار و ارتباطشون رو شروع کردن. اخیراً هم در یک میهمانی کنار هم شدن و ارتباط صمیمانه‌ای با هم داشتن. سونچون تو هم بیا، الان لایک بارون میشین. رسوایی تنها پسر گروه دی با یه خواننده تیونگ دیگه نه؟ معلومه که نه. کی همچین حرفی زدی؟ تو داری چی میگی دکتر؟ همین چند وقت پیش بود که تو آمریکا مچشو با یکی دیگه گرفتن و حالا باز شروع کرده. زنگ میزنم رئیس هوانگ شکایتشو میکنه. بابا دارم بهت میگم تیونگ نیست. باید حرفمو باور کنی. چرا اذیت میکنی؟ باشه هر چی دخترم بگه منم باور میکنم، ولی خب اگه میخوای دخترت بانوی گروه دوشین بشه نباید هیچ کاری بکنی بابا. خودم ترتیب همه چیو میدم. این دختره بی تربیت بی احساس به کی رفته؟ لیسون جون کی میخوای سر عقل بیای؟ انگار رئیس هوانگ چون شبیه زن مرحومش بوده باهاش ازدواج کرده. مراقب حرف زدنت باش. میخوای شوهرت تو دوره بعدی اخراج بشه. حواستو جمع کن.
خیلی ممنونم. همونطور که همه میدونین ایشون همسر منشی ارشد و ایشون هم همسر وزیر مالی هستن. ایشونم برادر منه. سوجونته رئیس دوشین های تک هستم. امروز اومدم چراغا رو درست کنم. هیچ امیدی به تیونگ نیست. خبرهای امروز خوندی؟ انگار وکیلگو نمیتونه جلوی خبرها رو بگیره. خودم ترتیبشو دادم. عجب. خدا رو شکر که هر روز یه دردسری درست میکنم. خبرهای دیگرم پخش میکنم. عالیه. بعد فقط باید تو جلسه هیئت مدیره موفق بشی. یه منصب دیگه بگیری بعدش میشی معاون رئیس. میدونی که تو این جلسه قراره وارث دوشین تعیین بشه مگه نه؟ نگران نیستم چون تو طرف منی. حواسم به تیونگ هست پس نمیخواد نگران باشی. باشه. بیا نه صبر کن. بیا اینا معنامت. نگاه این در چرخ و فلکی ها داره. آخ میچرخه و میچرخه. میگم چیزه اینجا هتل بابامه نه؟ برای همین بهترین اتاقشون رزرو کردم. کارتام افتاد. میچرخه و میچرخه. لطفاً از منابع موجود نهایت استفاده رو ببرید. آقای جانگ بزنم به تخته خیلی خوشگل شدی یا؟ همش به لطف این آقاست. ولی دیگه این حرکات چی بود میکردی عزیز دلم؟ یعنی قربان شرمنده زیاد وقت نداریم، بهتره زودتر شروع کنیم. زیادی رفته تو نقشش. آبرو برام نذاشته. باید در مورد پیشرفت مذاکره ها با روبوچیس تو آمریکا صحبت کنین. یادتون نره از سرمایه‌گذاراتون بخواین طبقه بندیشون بکنن. ولی بهتر نیست که خارج بشیم. ارزش شرکت بالاست و ما مهارت‌های فنی بالایی داریم حیف میشیم ها. تو که خیلی حیفی. حالا وقتشه جلوتر بریم. جلوتر و فراتر از اون. درسته؟ راستی مذاکره با اون حسابداره کیمینچول چی شد؟ اون قطعا یه مدرکی داره ولی راحت کنار نمیاد. حتما باید راضیش کنی ها. تنها کلیدمون واسه گیر انداختن سوژونته اونه. باشه. واسه امروز دیگه کافیه. من باید برم. شما هم مراقب باشین. چشم. چشمتون کف پام. الان این یه مأموریت مخفیه؟ یعنی این جونته انقدر ترسناکه؟ میدونی چیه؟ وقتی آمریکا بودیم رئیس هر جا میرفت یه تصادفی میشد. یه سریا میخواستن با اسلحه اونو بکشن. یعنی تمام اینا کار جونته بوده؟ بله. معجزه است که هنوز زنده مونده. سال 2017 بیمارستان آمریکا. خواهش میکنم کمکم کن.
الان فقط تو میتونی بهم کمک بکنی. اصلا با عقل جور در نمیاد. مگه میشه جانگوری به خوشمزگی با این حجم فقط 4000 وون باشه؟ از دست شما. همش به لطف شماست. بفهمم. شما به همون خونه و مغازه با قیمت پایین اجاره دادید. واقعا ممنونم. نه بابا. باشه. الان دیگه میتونیم از پس خودمون بر بیاییم. میتونی اجاره ماهانه رو بیشتر کنی. بله. سونگا کار میکنه. سونگ چونم به زودی میره سر کار. نگران نباشی. یه نفر دیگه هم هوای منو داره. کی هواتونو داره؟ کی؟ خدا رو میگم دیگه. خدای شکر. خدا رو شکر. سونگ جون اگه کار پیدا نکردی بیا تو دفتر خودم کار کن. توی این کشور سرمایه گذاری روی سهام و ارز دیجیتال به درد نمیخوره. سرمایه گذاری رو ملک و املاک قسمه بهتره. باشه. نباید دست بزنی. آره شما میخواد. الو بفرمایید. از اداره پلیس تماس میگیرم. هتل میونگ سونگ به جرم مزاحمت برای کارشون از شما شکایت کرده. آقا صبر کنین. این کار اصلا درست نیست. اسار جو، غیر از مزاحمت 100 میلیون وونم به خاطر صدمه روانی به خاطر نقض حریم شخصی و جاسوسی جریمه میشی. توافقی هم در کار نیست. اگه خیلی ناراحتی میتونی بری شکایت کنی. صبر کنین. بس دیگه. 100 میلیون؟ لعنتی. چی؟ از سونگچونم شکایت کردن؟ خودش بهت نگفت؟ چون سر کار اونا بوده به خاطر مزاحمت واسه کارشون ازش شکایت مدنی و کیفری کردن. اون سونگ وون عوضی دیگه زده به سرش. سونگ چون پولش کجا بود آخه؟ ما باید مسئولیتش رو قبول کنیم. نه بابا، سونگ چون خودش مرد گنده است. باید مسئولیت کاراشو قبول کنه. به خاطر خودش میگم. چی میگی تو؟ همین الان به تیم حقوقی زنگ بزن. آخه چرا جواب نمیده؟ به افتخار آینده یامیکوز نوش جان. آره خیلی وقت ازت خبری نیست. خوش اومدی. اوضاع چطوره؟ خوبه؟ خوشگل‌تر شدی؟ اونایی که هیچی ندارن همیشه دردسر سازن. سرم با گردوندن شرکت جهانی میگرمه دیگه. برای چی باید با آشغاله عین این سر و کله بزنم؟ گیری کردیم و خب حالا بعد من تکرار کن. کار من غیر قابل بخششه. بگو زود باش. کارم غیر قابل بخششه. خیلی غلیظ داری میگی. آفرین. حالا به فرانسه بگو. چه لهجه ای هم داره. آره یه چیزی دیگه بگو. باید تمام تلاشتو بکنی. زود باش دیگه. سونگ وون تمومش کن. باشه جانگون بفرستش بره. باشه ببینم پسر. اینو بخور و برو. بیا. از دست تو. یعنی شکایتتون رو پس میگیرین؟ شکایت از من و جوهی و بقیه. آره پس میگیرم. با شکایت از شماها که چیزی گیر من نمیاد. نه شکایتم رو پس میگیرم. پس برو. ممنونم. من بیشتر از تو ممنونم. به جاش از تیون تشکر کن. الان شرکت میونگ سونگ اجناس دوشین رو تامین میکنه. تبریک میگم. آره به لطف دوستیتون. چقدر گیر من اومد. دست در نکنه. ممنونم. بچه ها امروز همه تون مهمون منین. بخورین تا میتونین.
خوب تونستی بین این همه کوچه پس کوچه اینجا رو پیدا کنی. دبیرستانی بودم اینجا اومده بودم. تمام اینا رو خودت خوردی؟ اشتهات زیاد شده آره؟ کارت بخوره به شکمت. میدونی من مدت زیادی تو این فروشگاه کار میکردم. فکر میکنی کلن چقدر در آوردم؟ به 100 میلیونم نمیرسید. هیچی نبود. تو هیچ وقت کار نیمه وقت کردی؟ حتما برای صرفه جویی کیمباپ مثلثی تاریخ گذشته رو نخوردی. حتما جلوی همه به خاطر پول سرتو با بدبختی نذاشتی رو زمین. تو یه بار بهم گفتی کسی که فقیره هیچ جوره نباید دعوا کنه. امروز تمام سعیمو کردم که به نصیحتت عمل کنم. هر کاری گفته بودی و کردم تا مجبور نشم 100 میلیونو بدم. ولی به خاطر اون نبود که ولم کرد، به خاطر تو ولم کرد. من واقعا تلاش کردم و همینطور خیلی اذیت شدم. نه به خاطر من نبود با سوینگبون و دوشین چون لازم بود با هم قرارداد بستن. فکرشو نکن. پسر اینو که گفتی بیشتر احساس بدبختی کرده. به هر حال ازت ممنونم تیونگ. من هیچ کاری نمیتونم برای تو بکنم. پس بیا همین الان به هم بگیم که بی حساب شدی. سونگچون جوی تو هم بیا یه چیزی بخور. نمیدونستم با تیونگ نشستی. امروز انقدر حالم خوب بود که گفتم بیاد یه گپی بزنیم. خیلی هم خوش گذشت. چه بدی در حق سونگچون کرده بودی که بهش کمک کردی ها؟ بعدی چیه؟ من با نیت خیر فقط کمکش کردم. دوستی ما. واقعا؟ پولدارا فقط به 2 دلیل برای بقیه پول خرج میکنن. یا براشون نفع داره یا یه کار بدی کردن. کمک کردن به سونگچون که نفعی برات نداره. پس بگو چی کار کردی؟ عوض دست درد نکنه از این حرفا چی آخه؟ چرا بین پول و غرور یکی رو انتخاب نمی کنی راحت چی؟ درسته. چه فایده ای داره جلوی پول با غرور رفتار کنی؟ باید خودم شک کنم نه؟ هی شما دوتا چتونه؟ من فقط میخواستم یکم پیش هم دیگه باشیم. بس دیگه من باید برم خونه. راستی کنجکاوم بدونم برای سرپوش گذاشتن رو مرگ بابام چقدر خرج کردی؟ واقعا میخوام بدونم چقدر برات خرج برداشته. سونگچون بایستا منم بیام بریم غذا بخوریم. چی میگی؟ بریم دیگه. شنیدم کمکشون کردی. برای چی؟ اصلا مهم نیست با این مزخرفا اعصابمو خورد نکن. به خاطر جوهیه. میخواستی به جوهی کمک کنی. بگو ببینم هنوزم جوهی رو دوست داری؟ تو از چی نگرانی؟ من با تو نامزد کردم و قراره که باهات ازدواج کنم. قاشق طلاییم هم دادم بهت حتی. همه دار و ندارمو دادم به تو دیگه. پس برای چی هنوز نگرانی لامصب؟ نمیتونم بهت اعتماد کنم سونگچون. تو چشات نگاه کنم اعتماد میکنی؟
اینو با اولین حقوقم خریده بودم و بالاخره دادمش به تو. یا نگران بودی این کتابو باز کن. شاید جواب سوالتو پیدا نکنی ولی بهت آرامش و شهامت میده. راستی حدس بزن الان که بازش کردم چی برام اومد؟ حس شادی از همراهی یادم خوب. لیسون چون خیلی خوشحالم که باهات آشنا شدم. هنوزم جوهی رو دوست داری؟ نه، دوستش ندارم. خب بریم سراغ مورد بعدی. جدون حرف نداره. تو هم خوبی؟ خیلی ممنونم. من دارم پولدار میشم. خورده سهام. من واقعا دوست صمیمی هوانگ تیونگم. هی بابا بفرما. اگه متنبه شدی یکم پول بریز. حالا بیاین یکم با دوشین های تک محبوبم شروع کنیم. دوشین های تک. وایسا ببینم اتفاق بعدی برای گروه دوشین افتاده؟ از وقتی خبر مظنون بودن پسر رئیس دوشین به مصرف مواد منتشر شده، سهام هلدینگ دوشین در عرض یک هفته 10.2% سقوط کرده. وضعیت الکترونیک دوشین هم همینطوره. بانک سرمایه گذاری جهانی خطراتی رو که ممکنه به خاطر این وضعیت شرکت رو تهدید کنه انکار کرد. سونگچون اینو ببین. این دیگه چی؟ پسر نسل 4 هوانگ تیونگ. چه خبر شده؟ زود باش تحتشو در بیار. واسه چی جواب نمیدی؟ پارک جانگون خبرای تیونگو چک کن. باشه زود باش دیگه. خیلی خوب بابا. هوانگ تیونگ هر چی شده حقشه. میدونستم اینطوری میشه. جیگرم حال اومد. ارزش تمام سهام شرکت دوشین در حال سقوطه. حتی سرمایه گذاران خارجی هم در حال فروش سهامشون هستن و همین باعث سقوط قیمت سهام دوشین شده. این افت ارزش تا پایان روز بیشتر هم خواهد شد. به جز 4 گروه وابسته به دوشین، شرکت‌های جز هم از این افت ارزش ضرر میکنن. وقتش شده. خریدو شروع کن. تیونگ مواد مصرف میکنه؟ کی همچین خبری پخش کرده؟ جونته؟ احتمالاً به خاطر جلسه هیئت مدیره است. قیمت سهام شرکت‌های وابسته داره پایین میاد. به نظرم باید سریع اول تیونگو پیدا کن، بعدم به گروه برنامه ریزی بگو جلسه اضطراری بذارم. و ببخشید. چی شده؟ چی؟ باشه. چی شده؟ یه نفر داره مقدار زیادی از سهام دوشین های تکو میخره. من؟ اگه من میخواستم بخرم که اول به تو میگفتم. پس کی داره سهامو میخره؟ گفتی خبر مواد مصرف کردن تیونگو تو پخش نکردی نه؟ یه خبری هست. تقریباً 500 میلیارد ارزش داره. نه شرکت نه یه خارجی. یه نفره که این همه سهمو خریده. یعنی کی میتونه باشه؟ میمونم و چیزی که باید بگم میگم. باشه. چی میخوایی بهم بگی؟ بهتون گفته بودم هر کاری هم که کردم فقط 3 سال صبر کنی. آره یادمه، ولی این صبر منم حدی داره بچه. بله، یه هفته. فقط کافیه یه هفته دیگه صبر کنین. امکان نداره ناامیدتون کنم. قربان جلسه اضطراری دیگه لازم نداری. بله. کنسلش کن. جنگ قدرت روی حق مدیریته؟ یه شرکت واسه منافع خودش میتونه هر کاری بکنه، ولی جالبیش اینه که برنده واقعی یه نفر دیگه است.
وقتی ارزش سهام به خاطر شایعه تیونگ سقوط کرد، یادم پولدار 500 میلیارد سهم دوشین هایتکو خرید. نمیدونم کیه، ولی خیلی دلم میخواد بدونم. یه شرکت استارتاپ توی ناستاکه که خروجیش 500 میلیارد وونه. اسمش چی بود؟ من میدونم، موسلب، درسته دیگه نه؟ جنگ قدرت روی حق مدیریت. موسلب. سلام جویی. میگم دونکیون توی شرکت به اسم موسلب کار میکنه؟ آره؟ چرا میپرسی؟ ممنون. جویی؟ یعنی چه خبر شده؟ دبیرستان سئول چه این؟ دنبال پیرزن بگرد که همه چی مثل قبل بشه. دیگه نمیخوام ازش استفاده کنم. جلسه عادی هیئت مدیره دوشین هایتک رو شروع میکنیم. اولی مورد انتصاب دوباره مدیر سوجونته هست. به عنوان مدیر خارجی یه پیشنهاد اضطراری دارم. پیشنهاد میکنم مدیر سوجونته برکنار بشه. بفرمایید. برکناری؟ شایع شده من خبر مصرف مواد تیونگو پخش کردم. به خاطر اونه؟ اگه به خاطر اونه دلیل واقعی من... یه چیز دیگه هست. این مدارک ثابت میکنه مدیر سو طی 10 سال گذشته سرمایه حدود 70 میلیارد وون اختلاس کرده. وای چه خبره؟ طی افزایش سرمایه دوشین هایتک در سال 2018 ادعای ضرر کرد و 18 میلیارد وون اختلاس کرد. بعد به اسم حقوق و مزایا 12 میلیارد وون دیگه اختلاس کرد. به اسم حمایت از شرکت‌های وابسته ورشکسته 37 میلیارد وون اختلاس کرد. یعنی چی؟ دیگه باعث خجالت فسادهای دیگه از جمله استخدامه خویشاوندی و رشوه رو ذکر کنم. همش تهمته، یه مشت حرف مفتی. حتی ارزش توضیح دادن نداره. بعدش تو این جلسه فقط مدیرا حق حرف زدن دارن. وانگ تیونگ هیچ حقی نداره. حق داره. ما یه مدیر جدید داریم که بعد از برکناری مدیر سو دوشین هایتک رو اداره میکنه. کسی نیست جز رئیس هوان تیونگ از موسلب. قبل از اینکه پسر من باشه رئیس شرکت موسلبه و مطمئنم اونقدر صلاحیت داره که رئیس دوشین هایتک بشه. تصمیم نهایی رو به عهده خودتون میذارم.
بدون سهام نمیتونی زیاد دووم بیاری. مگه خبرها رو نشنیدی؟ من مصلب و فروختم و با پولش سهام دوشین هایتک رو خریدم. احتمالاً میترسی پدرم بیرونت کنه و بندازتت گوشه زندون، ولی اون با برادر زنش این کار رو نمیکنه. ولی دایی جون، بین من و پدرم فرق هست. سوجونته رسیدی ته خط. من همینطوری سقوط نمی کنم. امکان نداره هوانتی. نه جوهی، سوجونته. زنگ زدم یه چیزی رو بهت بگم که احتمالاً برات جالبه. نمیدونستم با تأمین سهام میتونی راهی برای برگشتت پیدا کنی. داشتی منو امتحان میکردی؟ عجب پدر سوخته هستی. اینطور نیست. من فقط شانسم رو امتحان میکردم. افتخار میکنم که اینطوری برگشتی اینجا. یعنی دیگه لازم نیست خودم رو بهتون ثابت بکنم؟ تیونگ، این خیلی بیشتر از اثبات خودت بود پسر، هم به من هم به بقیه. ولی آقای جنگ، تا آخرش منو گول زدی. حقش همین الان اخراجت کنم، ولی تو دیگه برای من کار نمی کنی. حالا برای تیان کار میکنی. موفق باشی. خیلی ممنونم قربان. یعنی بعد از 3 سال قراره باز با هم دیگه باشیم؟ یه جوری میگی انگار که خوشحال نیستی. از کجا فهمیدی؟ یعنی چی؟ واقعا؟ شوخی کردم. اون که وقتی شوخی میکنی یه لبخندم بزن اقلا. باید بزنم؟ دکی هوانگ تیونگ! به خاطر همین بدون اینکه به بیکار شدن بچه ها فکر کنی مصلب و فروختی که خبرو الکی پخش کنی و سهام تو بخری؟ ازت نمیخوام درک کنی، ولی من و تو شرایط و موقعیت متفاوتی داریم. شاید روی تو مصلب بوده باشه، ولی واسه من فقط یه سکوی پرتاب بود. عجب. سکوی پرتابی که از روش دوشین صاحب بشی؟ ولی بازم درست نیست. همکارایی که بهت اعتماد کردن و دنبالت اومدن، منی که از ته دل بهت اهمیت میدادم، همه ما رو به خاطر موفقیت خودت فروختی. پسر کفزی، دیگه نمیخوام ببینمت. من نویسنده ناجوهی از بخش مستند شبکه DS هم. میشه باهاتون مصاحبه کنم؟ مونکی تو برو، من بعدم میام. بله قربان.
مطمئنم تیونگ پدرتو کشته. مدرک چی؟ دارین؟ خون رئیس نا روی کت تیونگ بود. یه شانس دیگه. راز پشت قاشق طلایی. یه قاشق طلایی که میتونه پول دارت کنه. یه پیرزن عجیب تو خونه دوست همسن و سالت با قاشق طلایی 3 وعده غذا بخور. اون وقت پدر و مادرتون عوض میشن. لی سونگ چون، هوانگ تیونگ، پدر و مادر تو با پدر مادر دوستت عوض کن. این دیگه چیه؟ 이제 시작이야. 세상이 말하는 대로 똑같이 할 필요 없잖아. 어제까지와는 다른 나의 삶은 지금 시작이야. 거울 앞에 너의 모습을 좀 봐. 너가 꿈꾸던 모습이 아니잖아. 나를 비운 들의 목소리 듣고 싶지 않은데